خب، سلام. امیدوارم که انرژیتون فول حالتون خوب. خانم ها و آقایون محترم، جلسه دوم هست. قبل از اینکه من ادامه بدم یه چند تا کامنتتون رو پاسخ بدم. یک این که بله، توی یوتیوب خیلی آموزش ها به علت دلیل اصلیش هم این هست که من توی اینجا در واقع پهنای راحت تری برای آپلود کردن توی یوتیوب دارم. توی یوتیوب ویدیوهای بیشتری رو میذارم، کار بیشتری رو انجام میدم، زیرنویس میکنم. آدرس یوتیوب رو اونجا توی یوتیوب راحت تر میتونید فیلم های جدید رو ببینید. توی آپارات یک مقداری سخت هست برای این. یکی از سوال هاتون. دو این که شوخی کردید ولی ممنون. حالا آره، خیلی در واقع حالا همینه که هست دیگه بیشتر از این نمیشه. در مورد ظاهر من صحبت کرده بودید، ممنون. دیگه به هر حال تیپ ساده‌ای که من دارم و خوشحالم که مورد نظر شما قرار گرفته. و موهامم بله همیشه همین شکلیه، متاسفانه یا خوشبختانه زیاد حالت نمیگیره. خب، یه سوال دیگه هم پرسیده بودید، من خیلی خوشحال شدم واقعا. اگر دوستانی هستید که اینجوری دارید به این آموزش نگاه میکنید، من خیلی خوشحالم که یه قشری از جامعه رو در واقع داریم هدف میزنیم که بچه‌های فرهیخته‌ای هستن و برایشون متد آموزشی بسیار مهمه. بله، من جلسه قبل هم گفتم متد آموزشی بمباردمنت کردن یا در واقع ریسرچ بیس بحثش همین هست. خیلی انتظار نداشته باشید زبان انگلیسی در 2 هفته یاد بگیرید. این تبلیغاتی که هست، من اینجا نمیام خیلی به شماها اطلاعاتی فرمولی دستبنده، گفتم قبلا این کارو کردم و به شدت پشیمونم به خاطر اینکه ذهن‌های ضعیفی رو در واقع به بازار میدادیم. توی آموزش جدید تمام فیلم‌های قبلی رو پاک کردیم از توی فضای اینترنت و توی آموزش جدید سعی می‌کنیم ریسرچ بیس باشه. بله، شما این فیلم‌ها رو دنبال کنید و با روحیه در واقع برنده شدن سر جلسه امتحان برید، بدون شک اگر بار اول قبول نشید بار دوم 100% قبول میشید. و بار اول رو هم من میذارم برای استرس شما که اگر بتونید اون رو کنترل کنید همون بار اول قبول میشین. سوال دیگه، آره هزینه هاتون رو بچه‌ها برای چه میدونم تخته و شابلون و اینا نرید. آخرین باری که من یادمه تخته، یعنی در واقع میزهای طراحی و رسم اونجا بود. من چند دوره امتحان میدادم بعد از اینکه قبول شدم و حتی قبل از اینکه قبول شدم من چند دوره امتحان دادم. جلسه اولی که رفتم با یک مداد رفتم، فکرم دست آزاده. تخت رسم و اینا احتیاج نبود، ما رو خود میزه چسب میچسبوندیم و کار میکردیم. سوال دیگه ای که هست، اسکیل کار معمولا 1:100 هست و 1:100 توی کاغذ آچاره. جلوتر اینا رو توضیح خواهم داد. خب، خوشحالم که چند تا کامنت اومده، چند تا سوال شده، اینتگریت شدیم، درگیر شدیم با هم دیگه. ادامه میدیم از همون جایی که در واقع بحثمون رو تموم کردیم جلسه قبل. اینجا شروع میکنیم. توی همون وضعیت من سیستم رو رها کردم تا امروز بتونم ادامهش بدم. دسته‌بندی فضا، تصرف و ساختمان ها. بچه‌ها ببینید، من این موضوعات رو فکر کنم بالای قریب مثلا 30 بار 40 بار خوندمشون. ولی شما که ممکنه بار اول یا دوم هست اینا رو مطالعه میکنید، یک مقداری باید با حوصله‌تر بخونید. من برای اینکه حوصله شما سر نره توی این در واقع فیلم های آموزشی انقدر با سرعت میرم جلو. خب ببین از من اولیش میاد میگه که ما یک تصرف هایی رو داریم. من قلمم رو اگر پیدا کنم، خب یک تک رفتن مثل اینکه یک چیز در واقع آرزویه که من باید حالا داشته باشم. ببخشید مجبور شدم پاس کنم تا قلمم رو متصل کنم. برمیگردیم. پس گفتم من یک کمی با سرعت میخونم، شما کمی باید با سرعت پایین‌تر بخونید. عزیز من اومده دوباره در مورد فضاها صحبت کرده، رو اعصاب من راه میره، هیچ مهم نیست. ما میگیم فضا، میگه آقا یک مسکونی اقامتی داری، یه آموزشی فرهنگی داری، یه درمانی مراقبتی داری و اینا رو هر کدومش با یک اسمی داره مشخص میکنه. دال، الف،
و میم. درسته؟ خب اینا رو داری. در کنار این پس تصرف های تجمعی رو داری و بیا پایین تر تا تصرف حرفه‌ای اداره، کسبی، تجاری، صنعتی. میایم پایین تر و انباری. دیگه چی داریم؟ میای پایین تر، میای پایین تر، میای پایین تر و تصرف های متفرقه که با ف نامگذاری میشه. بچه ببینید اینجا همون بحثا هست. خیلی خوب، یعنی تمام این حروف مختصر رو اینجا برای شما گذاشته. خیلی خوب و جلوش رو هم نوشته. پس من اگر اینا رو بخونم تمام اونا رو میفهمم، ولی خب بذارید یه بار ببینیم چیه. یعنی میخوام بگم این جدول صفحه 28 باید بولد بشه. کنار کاغذتون رو تا کنید یا یک لیبل رو بزنید. معمولا برای امتحانات خود سازمان من میگم لیبل کنید اون جایی که مهمه که سر جلسه سریعا بتونید اون صفحه رو باز کنید. یعنی یه لیبلی رو میچسبونید، با چسب می‌نویسید روش مثلا اینه و میچسبونید رو اون کاغذی، کنارش رو تا کنید که بدونید کجا است. خب آقا تصرف ها اسمشون روشه دیگه. یعنی نمیدونم حالا مثلا مسکونی رو بگیم، میگه آقا یا مسافرخونه است یا هتله، به طور موقت توش میمونن، اقامتی است. خب یا بیش از 2 تصرف مسکونی است که متصرفان آن به صورت دائم در ساختمان هستند، بناهای آپارتمانی، سازمانی مذهبی، خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های تفریحی. ما معمولا بچه‌ها با این کار داریم، با واقعیت زیاد کاری نداریم. یکیش هست مراقبت‌های شبانه روزی. یعنی نکنید الان حدود فکر کنم 10-12 بیشتر 20 سالی داره این امتحان برگزار میشه و همش در تصرف‌های مسکونی است، ولی باقی تصرف‌ها رو هم ما در نظر میگیریم. برای اقامت‌های شبانه روزی هستن و بیش از 16 نفر، در واقع میشه خوابگاه‌ها مثل خانه‌های سالمندان. تصرف مسکونی در ساختمان‌های با حداکثر ارتفاع 3 طبقه به صورت دائم، درسته، از گروه میم 2 تبعیت میکنند. میم 2 درست شد؟ پس اگر توی گروه میم 4 که حداکثر 3 طبقه دارد از سطح دسترس بر اقامت 1 یا 2 خانواده، در واقع چی میگه؟ میگه ساختمان‌های خیلی کوچیک مثل توی روستاها. میگه آقا این رو هم بزن توی این موضوع. پس ما اینجا رسیدیم به آموزش فرهنگی، درمانی، مراقبتی، که مراقبتی ها در واقع میتونن که بیشتر از 16 نفر، عدد 16 رو داره بولد میکنه. مهم هست مراقبت های روزانه مثل بیمارستان، در واقع تصرف های تجمعی که میاد برای گرد همایی ها یا در واقع رستوران های بزرگ و اینجور چیزا در نظر گرفته میشه. زیاد به ما کاری نداره. 50 تا 70 نفر برای هتل ها بیشتر هستن. بعد میاد این رو تجاری ها رو در واقع تجمعی ها رو در واقع تقسیم بندی میکنه، همون چیزی که گفتیم، نیایه، سرگرمی و اینجور چیزا. حالا همینا رو بهتون میگم چه اتفاقی میفته. میاد حرفه اداریش میکنه، کسبی تجاریش میکنه، یه سری اسم ها رو توش میذاره، صنعتیش میکنه، انباریش میکنه. باشه اینا رو من که خوندم میام توی این در واقع جدول همون رو داره اینجا توضیح میده. آقا تجمعی ت1 میشه این، تجمعی ت2 میشه این. در واقع زیرگروه ها دسته‌بندی خیلی تر و تمیز و خوشگل تو این جدول نوشتتش. پس ما زیاد در واقع گیج نمیشیم. اصل کاری ما که اینجا هست مسکونی ها هستن که میشن میم 1 2 3 4 که گفت 4 رو هم بیا توی ام 2. پس اکثر همون میشه M2. خب الان ما فهمیدیم ساختمون هایی که ما داریم بر حسب در واقع تصرف هایی که دارند فضاهاشون تعریف میشن. بر فرض مثال پارکینگ اتومبیل میاد توی انباری، درسته؟ اگر فقط ما بخوایم یک پارکینگ رو طراحی کنیم یا یک استبل رو بخوایم طراحی کنیم میاد توی متفرق. اوکی، بسیار عالی. اینا رو فهمید. حالا میخوایم بگیم آقا من یه ساختمانی دارم، صنعتیه، انباریه، تجاریه، هر چی هست، میخوام بزنمش روی زمین. میگن خیلی خوب بذارید. پس شما فضا رو مشخص کردید توی دستور نقشه هم انشاءالله در آینده که بخواید
یک کاری رو طراحی کنید از کارفرماتون دستور نقشه میخواین، اینو ازتون میخواد. یعنی این رو سازمان نظام مهندسی یا شهرداری منطقه به شما میده، میگه اینجا میتونی مسکونی طراحی کنی یا تجاری طراحی کنی. اوکی، اینو بده. ولی بعدش میاد میگه اینجا مثلا M3 هست، M2 هست، M1 هست، قدیمی ترش هست، چیزی که شاید به گوشتون خورده باشه. M در واقع این که مثلا من روی پیلوت میتونم یک طبقه بسازم. خب این بحث قدیم میشه. الان ما میایم میگیم گروه های 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خیلی میایم 8 گروه رو از نوع ساختمون، از نظر تعداد طبقاتش و نحوه های قراری روی زمینش تقسیم میکنیم. یادتونه گفتیم ساختمون ها یا منفصلن یا متصلن. اگر متصل بودن یعنی این هست این هست این هست این هست همجور کنار هم دیگه. این تمام کوچه هایی که شما الان این توی زندگی میکنید احتمال 90% کوچه‌تون به تمام ساختمون ها متصل هستند و ردیفی، در یک ردیف و متصلن. خب چه اتفاقی میفته اگر میخوای ساختمون رو بالاتر از 3 طبقه یا بالاتر از 4 طبقه، بالاتر از 2 طبقه یا 3 طبقه بسازی؟ دقیقاً یادم نیست، فکر کنم بالای 2 طبقه است. بله، بالای 2 طبقه بسازی باید درز انقطاع رو رعایت کنی. زیر 2 طبقه در واقع میاد و خود سازمان شهرداری منطقه به تو یک فاصله ای رو برای 2 دیوار میذاره که معمولا اون دیوار رو میتونی با عایق پر کنی. ولی خب یعنی اگر من در ساختمان متصل بودم باید فاصله رو بذارم. تمام. و ما چون معمولا 3 طبقه یا 4 طبقه داریم برامون طراحی میشه، باید درز انقطاع رو رعایت کنیم. بچه‌ها همین الان یه پرانتز باز میکنیم، درز انقطاع رو باید رعایت کنیم. ولی توی 90% سوال‌های امتحان سازمان نظام مهندسی اون چیزی که توی کاغذ کشیدن درز انقطاع رو توش رعایت کردن. یعنی شما نمیخواد درز انقطاع رو ببینی، فقط دیوارهای خارجی رو ببین، مگر اینکه توی سوال بگه درز انقطاع رو در نظر بگیر. خب یعنی ما قانونمون اینه. این رو دارم میگم که انشاءالله برای بعدن که رفتی توی بازار بدون یک چیزی به اسم درز انقطاع هم وجود دارد. خیلی حالا ساختمون هامون یا یه طبقه یا 2 طبقه، اینا رو توی یه دسته، یا 3 طبقه یا 4 طبقه. درست؟ خیلی خوب. 1 2 3 و 4 میشن 2 دسته الف و ب. ما بچه خیلی دارم اینجا مکس میکنم. چرا؟ چون اینجا چیزیه که بعداً ما به شدت باهاش درگیر خواهیم شد. 1 طبقه و 2 طبقه اگر ردیفی و متصل، مجزا و منفصل، ترکیبی با الگوی حیات مرکزی باشن در دسته‌بندی الفن. 3 یا 4 طبقه ردیفی متصل خودش میگه درز انقطاعات الزامی است. ساختمون‌های گروه 6 اینجا میاد تا 23 متر و بالای 23 متر. بچه این گروه ها رو دوباره علامت بزنید یا بولدش کنید یا کاغذ رو تا کنید یا اگر جزء نمی‌نویسید توی جزوه‌تون این رو اینن بنویسید تا بیایم جلوتر در موردش اینجا صحبت‌های به شدت زیادی خواهیم کرد. خب پس الان من فهمیدم تصرف ساختمونم در بحث معماری چیست. خیلی خوب. توی امتحان سازمان نظام مهندسی معمولا مسکونیه که یه طبقه پایین شاید تجاری باشه. یعنی چی؟ یعنی ساختمان 3 طبقه است که طبقه اولش یا دفتر هواپیماست یا سوپرمارکت یا نه یا واحد یا دفتر معماریه. خب پس کلیت کار ما اگر هم مولتی باشد در مسکونی قرار میگیرد تا فعلا تا اینجا، مگر اینکه بچه بخوان امسال بگن خب حالا ما میخوایم جز مسکونی طراحی کنیم. خیلی بعیده ولی خب امکان پذیر هست. بچه ها حد اکثر مساحت و ارتفاع مجاز ساختمان شروع میکنیم اینجا دیگه، رسیم به بحثای جدی. خرپشته رو معمولا بچه ها طرح توسعه شهری اعلام میکنه. خرپشته چیه؟ جاییه که من در طبقه آخر میخوام برم رو پشت بوم، یه باکس پله میخوره، یه دونه پله، یه بازو پله میخوره، میخوام برم روی پشت بوم. درست؟ یا تا آسانسور و اینجور چیزا رو داریم. اینها رو میگه آقا بیار بذار وسط پلان تا میتونی. اصلا بچه ها حرف مهمی نیست. وسط پلان
میگه اگر میتوانی تا تأثیرش بر نما تقلیل پیدا کنه. بچه‌ها وسط نما منظورش نمای طولیه، میگه آقا ببرش عقب‌تر، نیارش توی نمات، ببرش عقب. ولی اصلا کار لازمی نیست، یعنی این رو حتی الامکانه لازم نیست. محدودیت ارتفاع رو در بافت شهر تاریخی باید سازمان میراث فرهنگی مشخص کنه. پس بچه‌ها ما تا اینجا به چیزی که رسیدیم اینه که امکان نداره ما یک بافت تاریخی رو طراحی کنیم. چرا؟ چون باید اطلاعات کامل میراث فرهنگی رو داشته باشه. پس تموم شد. یعنی سوال داره میشه تنها یک موضوع سوال، مسکونی در گروه چند. حالا بهتون میگم. ببینید ما وقتی که مهر سازمان نظام در پایه 3 میگیریم، هر پایه که میره بالا متراژ طراحی ما میره بالاتر. ما بچه ها نمیتونیم ساختمون های بالای 3 طبقه رو طراحی کنیم، توی مهرمون نیست پایه 3. وقتی پایه 3 نیست، یعنی در واقع منی که معمار هستم میخوام امتحان پایه 3 بدم، حد اکثر 3 طبقه. اوکی؟ حد اکثر 3 طبقه یا 4 طبقه. چرا؟ چون اینجا 3 یا 4 طبقه است. خب اگافیه که خود امتحان در واقع خود سازمان نظام مهندسی داره و بچه‌ها معمولا تا 4 طبقه درگیر نمیشن با شما. خب یعنی شهرداری رو میگم. پس من فقط میتونم این چند تا رو طراحی کنم. پس از همینجا ساختمون های بیش از 4 طبقه و ساختمون های بلند از دست من خارج میشه. یک بار فکر کنم سال 97 سوال اشتباه داده بودن، ساختمون 5 طبقه داده بودن که خب داده بودن. وقتی شما آمادگی کامل ذهنی داشته باشی 5 طبقه رو همین 1 طبقه 2 طبقه طراحی می‌کنی. واقعیت هم همینه دوستان عزیز. الانی که ما داریم برج در واقع 10 طبقه داریم طراحی می‌کنیم، برجای بلند رو داریم طراحی می‌کنیم، باور کنید سیستم سازه‌ایش همون سیستم سازه‌ای که تو 1 طبقه هم باید ببینیشون، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. پس تو ذهنت که برای 1 2 طبقه یا 4 طبقه آماده باشه، برای جلوتر آماده است. خیلی برگردیم. پس شد فقط و فقط مسکونی 3 تا 4 طبقه به بالا. خب ارتفاع مجاز، آقا یادتونه گفتم سکشن مهمه در کنار پلان، جلوتر کامل توضیح میدیم. بله اینجا میرسه یکی از مهمترین صفحات این 2 صفحه است، جایی که ارتفاع ساختمون رو به شما میگه. اینجا مساحت میان طبقه رو داره. خب الف، ب و پ. من این رو بگم در گروه ساختمان 6 و 7 5 تا 7 طبقه و گروه 8. پس این خارج شد. درست؟ فقط میمونم الف و ب. آقا جان در گروه ساختمانی 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3 دارای زیرزمین با پنجره نوری رزنما 50 80 و فاقد آن 4 و 90. 1 2 3 دارای زیرزمین با پنجره نوری رزنما 9 متر و ساختمان فاقد آن 8 و 10. 4 و 5 3 طبقه 11 و 30 12 و 20. 4 و 5 طبقه 14 و 50 15 و 40. بچه این مهمترین بحث سکشن ماست. قصه واقعیت رو بهتون بگم، هر چقدر ارتفاع شما بلندتر باشه شما راحت‌تر میتونید پروژه رو حل کنید، یعنی محدودیت ارتفاعی بالاتر بشه. پس اگر من دارم یک ساختمان رو واقعا طراحی میکنم، پیشنهادم اینه که اگر ساختمان من 4 طبقه است حد اکثر 15 و 40 رو بتونم داشته باشه. ولی اینجا یک دارایی و اگری رو داره ایجاد میکنه، میگه زیرزمین داشته باشی یا نداشته باشی. بچه ها زیرزمین یعنی جایی که ما از زمین از لول 0 بچه ها نگاه کنید، لول 0 زمین جای مفروض ما میریم پایین. خب اگر زیرزمین داشته باشی جلوتر بهت میگه طبقه اول یا همکفت رو، طبقه همکفت رو اول رو من خواهش کنم، طبقه همکفت رو میتونی تا 1 متر و 20 سانتی بیاری بالا. اگر تا 1 متر و 20 سانتی بتونی بیاریش بالا، پس من این 0 همه اینو 1 متر و 20 آوردم بالا. اگر تا 1 متر و 20 بیاری بالا، یک فضای 1 متر و 20 خالی زیرش داری که معمولا میتونی بدیش پارکینگ.
و باید یک پنجره به نما بهش بدی که بتونه تهویه و نور بگیره. پس میشه پنجره نورگیر از نما. یک بار دیگه اینجا من توضیحش بدم. ببینید بچه ها، این 0 عذرخواهی میکنم، این 0 ساختمون منه، درسته؟ این آدم منه که اینجا وایساده. من از این فضا هرچی برم پایین میشه زیر زمین. خب ولی بچه های عزیز نکنید، اگر نتونم اینجا پنجره بدم که بتونه نور و تهویه رو از این کار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر اینجا من این زیر زمینم باشد، بر فرض مثال این زیر زمین من باشه، نتونم پنجره از اینجا بدم، کار بدون پنجره نورگیر از نما میشه. پس ارتفاع میاد رو پایینیه. اینجا میگه اگر میخواهی ارتفاعت بره بالاتر، باید طبقه همکف رو از 0 بیاری بالا. تا چقدر میتونی بیاری بالا؟ تا حد اکثر 1 متر و 20. اگر از 1 متر و 20 1 سانت رفت بالاتر بچه ها میشه چی؟ طبقه اول، نه طبقه همکف. خیلی خب، پس من این رو میارم بالا از 0 تا 1 متر و 20، هر چقدر دلم خواست میارم بالا که چه اتفاقی بیفته؟ هم ارتفاع بره بالاتر و هم بعدا میفهمی طول رمپ من کوتاه‌تر بشه. خیلی خب، پس اگر آوردمش بالا، این میشه پنجره نورگیر از نما. در واقع اینجا یک پنجره داریم و توی نمای روبرویی هم وقتی نگاش میکنید دوستان عزیز، این 0 ما هست. خب اینجا یک خط، ببخشید، اینجا یک خط هست، اینجا یک سری پله میخوره توی نماها که نگاه میکنید. اینجا درب ورودی ساختمون هست و اینجا آدم وارد میشه. اینجا ساختمون هی داره میره بالا. اینجا یک سری پنجره‌های کوچیکی رو گذاشتن. توی شهر که میچرخین خوب نگاه کنید، توی کوچه‌هاتون توی ساختمان 3-4 طبقه 100% میبینید. فکر کنم دیگه متوجه شدی کاملا منظورمون چی است. خیلی خب، پس این رو ما فهمیدیم. ارتفاع ما اینجا در میاد. میریم ادامهش میدیم. افزایش مجاز ارتفاع و مساحت امکان پذیر نمی باشد. الکی خودتون رو اذیت نکنید بچه‌ها. فقط اینجا حواستون باشه میان طبقه مساحتش بخشی از مساحت اون اتاق یا فضای قابل مقایسه است، مصاحبه است که بخونید خودشون جمله رو و متوجهش میشید. میان طبقه جایی که خیلی مهمه. ما یک ساختمون داریم که طبقه اول 5 متریه. خیلی از نمایشگاه‌های ماشین، نمایشگاه مبل رو دیدین، پله میخوره میره بالا، دفتر کارش رو میذاره بالا، ولی تو همون 5 متر ما به این میگیم میان طبقه. کل فضا رو نمیگیره، 1/3 مساحت رو حد اکثر میگیره. اینجا داره بهش اشاره میکنه که قبلا گفتم اینو بود، اینجا هست کرده و علتش گذاشتتش اینجا. حل؟ اوکی بچه‌ها، ارتفاع طبقات ما چقدر باید باشه؟ جلوتر بهش میرسیم، هیچ کنم اینجا نگفته. فقط یادتون باشه بچه‌ها، ارتفاع ما رو در پارکینگ، در ساختمون، ارتفاع زیرزمین ما رو پارکینگ ما مشخص میکنه و پارکینگ ما نسبت به پارکینگ کوچک، بزرگ و متوسط مشخص میشه. توی پرانتز اینو گفتم، بعداً بهش میرسیم که ارتفاع طبقات چقدره درشون توضیح میدم. بریم جلوتر. بر و کف رو هم که معمولاً حرف جدی ندارد. الزامات همجواری ما معمولاً بچه ها همجواری رو خودش میاد یک دونه چی میگن، کروکی، یک کروکی رو توی یک امتحان به شما میده که همجواری هات مشخص شده. پس احتیاج ما به این بخش هم نداریم. نمای شکل، در واقع نمای کار ما هم بچه ها و حجم کار ما رو هم زمین رو مشخص میکنه و تو اون کاغذ ها برای شما میکشتش. پس زیاد ما با اینا کاری نداریم. میریم جلو. این یک سر مهمیه، بخونیدش، مهم نیست دواقیش. پیش آمدگی بچه ها، پیش آمدگی ما یا طره های ما، اصطلاحی داریم به اسم طره. جلوتر توی سازه براتون توضیح میدم. توی ساختمون ها، توی کوچه هاتون که دارین قدم میزنید، ببینید ساختمون توی طبقه اول
عقب‌تره، توی طبقه دوم یه دستک خورده، یه لبه خورده اومده بالا و ساختمون روش رفته بالا. ما به این میگیم طره یا بیرون آمدگی. توی امتحان سازمان نظام مهندسی برای اینکه نتونید دب بکنین، در واقع بگین ما گرفتیم یا نگرفتیم، میاد تمام اینا رو خودش مشخص کرده. پس من زیاد کاری با اینا ندارم، ولی بد نیست بدونید که چه اتفاقی میفته اگر طره‌های شما سایبان یا بارانگیر باشه. 80 سانت بیشتر نمیتونی بیاریش بیرون. 80. خب دوباره قطع شدیم، برگردیم. پس گفتیم اگر سایبونه 80 سانت ولی 3.5 متر باید بیای بالا. از لبه سوار رود 80 سانت. ثابات و پل هوایی بچه‌ها، ثابات یا پل هوایی اینه که دو تا ساختمون رو با هم دیگه وصل کنه. بچه‌ها نیم ستون ها 10 سانتی متر. ببینید لب پنجره و نیم ستون توی نماهای، اگر خواستید نمای رومی طراحی کنید بعداً بهتون گفتم توی فاز 2 چقدر به درتون میخوره. حد اکثر 10 سانت. بیشتر بیای سازمان بهت گیر میده. سایبان هاتون 270 80 اینا بیشتر بچه توی امتحان نظارت با این اعداد درگیر خارج شد. گفتم زیاد در واقع اینها رو توی سوال برای اینکه نتونیم بگیم ما نمیدونستیم، پخها و اینجور چیزا رو همه رو خودشون میزنن. یعنی در واقع دور تا دور زمین رو برات میکشه تا خیالت راحت باشه. پیش آمدگی های مجاز زیرزمین رو حالا ایشالا وقتی خواستید طراحی کنید میدونید که میشه 70% گرفت. بعضی از زیرزمین ها رو تا 80% هم میشه، حتی 100% هم میشه. اما توی امتحان سازمان نظام مهندسی اگر قرار باشد 70% بگیره خودش برای توی نقشه پارکینگ مشخص کرده. پس هیچ چیزی رو ما ببین خیلی سادهش میکنه، همه اینا رو بهت میده و تمام چیزهایی که ما وقتی داریم یک کاری رو طراحی میکنیم باید استعلام بگیریم، هی از منطقه، هی از شهرداری بریم بیایم، همه اینا رو داره از راه در واقع خارج میکنه تا تو فقط بتونی طراحی کنی. پس خیلی داره راحتش میکنه. این رو هم گفته اگر در معبرت کمتر از 12 متر باشه مجاز نداری، مجاز نیستی پیش آمدی در معبر. که خب راست میگین شما، دو خوبی اینقدر چیزی که ما دیدیم. دوباره میاد مناسب سازی ساختمان رو برای افراد معلول و کم توان جسمی حرکتی صحبت میکنه. این رو بخونید. هر 20 واحد مسکونی یک دونه ساختمون احتیاج داره. پس توی 3-4 طبقه که ما داریم طراحی میکنیم واحد معلول احتیاج نیست، منتها دسترسی معلول به واحد الزامی است. یعنی نگاه کنید اگر 20 واحد به بالا داری طراحی می‌کنی باید یه واحد حداقل، توی آلمان 5 واحده، توی ایران 1 واحد برای فرد معلول طراحی کنی. پارکینگ داشته باشه، آسانسور معلول داشته باشه، همه چیز معلول داشته باشه. ولی در همه جای دنیا، به خصوص در همه جای دنیا و همچنین در ایران اعلام میکند دسترسی فرد معلول. بر فرض مثال یک دوستی رو داری که معلول هست، داره با ویلچر میاد، باید بتونه به واحد تو میخواد بیاد مهمونی، به واحد تو دسترسی داشته باشه. پس عرض راهروها، طول درات، همه چیزت باید با معلول حداقلی بگیره. خب من یه نگاهی کنم ببینم چیزی رو از قبل. خیلی خوب بچه‌ها میرسیم به تک تک در واقع ورودی ها و خروجی ها. من اگر دارم اینا رو تند میگم رد میشم، بعداً توی این کاغذ تک تک اینها رو یکی یکی برای شما توضیح خواهم داد، ولی خب رفرنس ها رو از این میگیرم که بعد شما گیج نشین. بچه‌ها فضای ورودی ساختمانتون میگه حداقل 1.40 در 1.40 باشد. چند نفر یعنی کجا؟ وقتی میخوای پله میخوری میای بالا و میخوای بیای باید 1.40 در 1.40 اندازه داشته باشه. این 1.40 در 1.40 بچه‌ها همون اندازه‌ای که یک ویلچر میتونه توش بچرخه. پس ببین اندازه از اونجا اومده. ارتفاع زیر سقفت توی فضای ورودی نباید 2.10 یا 2.5 کمتر باشد به صورت موضعی یا محدود در 50% سطح فضا. بچه اگر 2.5 طراحی کردین
2.5 اندازه سرگیری خیلی کمه. شما روی 2.10 مانور بدید. این همون چیزی که اونجا داشتم میگفتم، حداکثر ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی به تراز معبر که 0 اصطلاحی ما هست 1 متر و 20 هست. مرجع سوتور پروانه میتونه ضوابط محلی رو تغییر بده که ما هیچ کاری رو با این موضوع نداریم. ما 1 و 20 توی ذهنمون میمونه. این همون بحثی که گفتم، بچه معلول باید بتونه بیاد. فضای معلول شما در واقع بچه ها، فضای راهروتون باز داره با معلول صحبت میکنه. از 1 متر و 40 نباید کمترش کنید. در ساختمان هایی که قابل دسترسی بودن اون برای افراد معلول لازم نیست 1 و 10. پس 1 و 40 داره کم کم میفهمی از کجا میاد و 1 و 10 داره میفهمی از کجا میاد. بچه 1 و 10 از کجا میاد؟ من یک آدمم 60 سانتی متر عرض شونم، بر فرض مثال داشت از 60 سانتی انقدر، خیلی چارشونم. خب اون گندم. یه آدم گنده دیگه هم میاد، اگه تنه بزنیم به هم دیگه جر دعواست. خب حالا خانم معمولا این خانم ها 45 سانت عرضشونشون، 40 سانت عرضشونشونه، ولی اگر تنه بزنید به هم دیگه دعواست و ما نمیخوایم دعواشه تو فضاها. شوخی میکنم، ولی در واقع برای رعایت پرسونال بابل هست. در شما بچه ها 90 سانتی متر و 120 سانتی متر، 80 سانتی متر 3 در رو داره میگه در لولاییتون نباید کمتر از 90 باشه. ارتفاع مفید 2.5 باشه. 2.5 یه بار دیگه تکرار شد. پس 2.5 ما ارتفاع سرگیریمون توی ایران. خیلی یعنی چی؟ یعنی من وقتی دستم بلند میکنم درسته بالای 2.20 دستم میره بالای 10. خیلی خوب، این رو منظورش نیست. منظورش نه اگر من دارم با عجله از یک جایی خارج میشم، از پله ها خارج میشم، سرم نخوره تو پله. خیلی از جاها دیدید که سر در واقع اون باکس پله‌ای که میاد سر میخوره بهش، یا دری که داری خارج میشه اگر کمتر از مثلا فکر کن 1.80 باشه، من 1.85 هم دارم میدونم تپ میخورم توی در و میافتم، از بین میرم. 2.5 هم در واقع اندازه است که برای این موضوع در نظر گرفته شده. حواستون باشه یخچال ساید بای ساید هم 1 متر و 90 سانت ارتفاع دارد، پس میتونه از 2.5 ردش کنی. ولی حواست باشه اگر یخچال ساید بای ساید گرفتی و خواستی از دری که لنگش 1 و 20 کمتره، یعنی در خونه ورودیت وارد کنی، در آشپزخونه وارد کنی از 1 و 20 کمتر باشه، رد نمیشه. توی طراحی بعدیتون میگم اگه آشپزخونه‌ت اوپنه مشکلی نداره، میتونی یک بازشویی براش گذاشته باشی، ولی بازشوهاتون رو بچه‌ها کمتر از 120 برای جایی که مبل و یخچال رد میشه نباید بگیرید. ولی برای اتاق خواب ها میتونید 90 یا 80 برای سرویس بهداشتیت بگیری. این رو کامل بخونینش. وسایل متوقف کننده یا تنظیم کننده حرکت درها نباید بلندی قد راه را به صورت موضعی به کمتر از 195 متر کاهش کنند. آقا چی میگه؟ میگه دربند داری نیارش پایین از 195 پایین تر، که دربند رو اصلا میگن همه جای دنیا میگن بالای در باید بذاری و همه جای بالای در کار میشه. دیگه خیلی قدیمیه در بندهای پایینی. بچه‌ها این خیلی موضوع مهمیه. توی بحث آتش سوزی داریمش توی مبحث 3. اینجا در واقع دارش تو توضیح میده. درش توی در واقع واحدت رو که وقتی میخوای باز کنی یا در فضایی رو که میخوای باز کنی، کی باید به سمت داخل باز شه، کی باید به سمت خارج باز شه. ما مبنا رو حرکت انسان در وضعیت غیر عادی میگیریم. آیا ورود یک انسان به یک اتاق خواب در حالت عادی یا غیر عادی؟ غیر عادی؟ چرا میخوای بوده به تو اتاق الان مادر دنبالت میکنه؟ نه، در حالت غیر عادی نیست، در حالت عادیه. من در آواز خانم داخل. ولی اگر آتش سوزی بود، در اتاق خواب باز کردم، اومدم بیرون و خواستم از سالن فرار کنم، در واحدم هم باز کردم، تونستم فرار کنم. چرا؟ چون اعضای خانواده من 3 یا 4 نفرم. پدر خانواده، مادر خانواده، مثل بچه‌ها رو اول میکنه بیرون بعد خودش میاد، پس له نمیشم.
اوکی. ولی وقتی همسایه هست و حالا شما فکر نکنید همسایه محترم خودمون، فکر کنید مثلا همسایه هایی که اصلا از یک قوم دیگن، یک قبیله دیگن، از یک کشور دیگن پدرکشتگی با ما دارن و منتظرن که همچه اتفاقی دلش برای من مثلا ساکن اونجا نمیسوزه. چه اتفاقی میفته؟ همه ما میریم پشت در، تا میخوایم در باز کنیم پشت در له میشیم. گفتم سینما رکس آبادان. خب میگه اینجور جا در باید به بیرون باز کنی. خب درهای واقع در دوربندهای خروج اولین جاست. بچه‌ها پله هاتون میشه این موضوع. پله، در پله که میخواد بخوره به راهرو و فضای خروج در واقع نامیده میشه، باید به سمت بیرون باشه. یعنی من از پله دویدم اومدم بیرون، در رو باز کنم برم تو. وقتی من میخوام برم تو ساختمون، دارم از راهرو میرم میخوام از پله استفاده کنم، رفقا در حالت غیر عادی نیستم. وقتی دارم فرار میکنم از تو خونم بیرون، زلزله اومده، در حالت غیر عادی ام. پس مسیر حرکت من اینوریه. نه این بگید آقا تو گفتی مسیر حرکت ها، نه، مسیر حرکت در زمان در واقع خطر. همین رو هم داره اینجا ادامه میده. بار تصرف 50 نفر. تو هر فضا بیشتر از 50 تا میذاری، مثل سینما، مثل اتاقهای کنسرت، مثل اینجور چیزا باید در واقع داشته باشیم. این رو هم خوبه ولی من نمیفهممش. چون آن کنید پاگرد داخله، این خارجه. چجوری در وقتی باز میشه به سمت بیرون، توی راه رو باز میشه به سمت داخله؟ یعنی این یه کمی عجیب غریبه، من نمیفهممش چی میشه. شاید منظورش اینه که در خود ضخامت نداشته باشه، نمیدونم، ولی این رو من نفهمیدم راستیات. چون در مثلا چیزی که شما باز میکنید به سمت بیرونه، یعنی ضخامتی نداره، در حالت کاملا باز به بیرونه. نفهمیدم این رو هیچ وقت. خب شاید 2 تا پله توی هم دیگه است، نمیدونم، این رو نمیفهمم. پارکینگ های خصوصی، واحدهای مسکونی تک واحدی، درهای گردان و درهای کشویی مجاز به غیر از تصرف گروه های درهای برقی مجاز موافق جهت خروج باشند. موافق جهت خروج بچه. خب در اصلی چه حرفایی رو میخواد در موردش بزنه؟ میگه در رو که داری باز میکنید 2 طرف هم ارتفاع باشن. اصلا عزیز من دری که 2 طرفش هم ارتفاع نباشه باز نمیشه. یه چه حرفیه میزنیم؟ یعنی من بیام یه پله بزنم اینجا، اونو 80 سانت بالاتر، خب از این ور شاید باشه، از اون ور که باز نمیشه، این بزنمش کف زمین، بزنمش بالا. منظورش اینه که آقا وقتی در باز کنی پله نخوره بیفتی پایین. خیلی خوب باش. ارتفاع کف یا پاگرد برای افراد معلول یا خروج الزامی نباید بیشتر از 20 میلیمتر پایین باشد. بچه‌ها 2 سانتی متر، 3.8 سانتی متر، این 2 تا عدد رو حفظ کنید. بعداً میفهمید اگر ما خواستیم لابیمون رو بلافاصله ورودی بدیم، یعنی در واقع جک معلولمون رو حذف کنیم که زیرش بتونیم انبار بگیریم، احتیاج داریم که معلول ما نخواد با چیزی بالا و پایین بشه. حالا چیز مهم دیگه ای من اینجا نمیدونم. بچه دوباره 1:40 داره تکرار میشه. کجا؟ توی ایوان ها و بالکن های بیرونی که در ابتدا یا انتهای مسیر دسترسی یا خروج قرار دارن. بچه نگاه کنید، این خواسته یه چیز رو توضیح بده، نتونسته. بعداً براتون توضیح میدم توی بحث گرافیکیمون. ما یه چیزی داریم به اسم سیفینگ ایریا توی آتش سوزی که خدا نکرده توی زلزله، وقتی که ساختمون در یک وضعیتی هست که بر فرض مثال آسانسور قطع شده
پله آتیش گرفته و آقای در واقع آتش نشان باید با سرعت بتونه خودش رو برسونه به یکی از واحدها تا مردم رو از اون نجات بده. اونجاست که ما یک چیزی رو پیدا میکنیم به اسم ایوان یا بالکن بیرونی. توی ساختمون هایی که ضریب خطرشون بالاست، بر فرض مثال تجاری ها ضریب خطر بالاست، آدم های زیادی ممکن تو اون فضا رفت آمد داشته باشن. مثل یک آرایشگاه زنانه رو در نظر بگیرید. شما یک لحظه فکر کنید یک خانومی رفته موهاش رو در واقع درست کنه توی ایران، یک آتش سوزی عظیمی میشه، در واحد رو باز میکنن، میبینن ای وای آتیش توی راهرو، در رو میبندن و توی اتاق محفوظ میشن و من و شما میدونیم که فقط و فقط 1 ساعت زمان دارن تا گاز دی اکسید کربن اونها رو از بین نبره. خب وقتی میخواد پلیس در واقع آتش نشان به این دوستان برسه و خانم هایی که حالا دارن جیغ میزنن، نمیدونم حالا حتی آقایون، نمیدونم مثلا هر چیزی، ولی خب خانم ها رو میگم چون کمی احساسشون بیشتر میشه، دارن جیغ میزنن، خودشون میزنن به در و دیوار. فکر کن اینا رو بکنید توی یک فضای 1 در 1 توی هوای آزاد، بگه از اینجا مردم میخوان بیان، یا نه اصلا یک خانومی با ویلچر باشد، پس فضا حداقل 1.40 در 1.40، ولی توی سیف ایریاها بالای 2 در 2 هست. یعنی این عدد کاملا بیخودیه و هیچ وقت ندیدم تو امتحان سازمان نظام مهندسی همچین چیز رو طراحی کنن. فقط ما اینو میفهمیم که اگر خواستی یک بالکانی رو یک جایی طراحی کنی که در ابتدا یا انتهای مسیر خروج باشد که خیلی بعیده تو امتحان از ما بخوان، این رو باید 1 متر و 40 سانت در نظر بگیریم که اینجا هم اومده گفته در تمام مسیر باز شدنش نباید کمتر از 90 بشه. کامل بچه‌ها این اشتباهه، یعنی اصلا کاری به این نداشته باشید، ولی 1.40 رو ممکنه حالا یک روزی بخوام به این گیر بدم. جان پناهت رو داشته باش. خب میرسیم به بچه‌ها راه پله ها. پس الان چی شد؟ ما فهمیدیم یک ساختمون توی چه تصرفی، مسکونی، تجاری، هر چی است، چند طبقه است، ارتفاعش چیه، تا اینجا فهم. بعد اومد گفت آقا درات چه شکلی باشه. حل. حالا که درامو فهمیدم، قاعدتا در مورد پنجره ها توضیح کوچیکی داد. خب گفت طبقه ها ارتفاع چجوریه، هر ارتفاع، نیم طبقه ها چه شکلیه، درها چه شکلیه، دیگه چه چیزی رو گفت که برای ما مهم باشه. اومد رسید به الزامات عمومی. گفت آقا اینا الزام هایی هست که ما داشته باشیم. گفت نه معمولا برای ساختمونا معلول رو میخوای، پس 1.40 در 1.40 مشخص میشه. ارتفاع سرگیری رو 2.10 و 2.5 داره میده. بچه 2.5 به شدت عدد کمیه، حداقلی است. ما مبنامون رو میذاریم روی 2.5 ولی 2.10 طراحی میکنیم، میایم جلو. گفت فضای راه رو 1.40 باشد. باقی حرفا چیزای مهمی نبود. تعداد درها رو داد و گفت آقا درات اینجا به خروج باز کن به سمت خارج. پس تا اینجا استایی رو گفت. اینجا هم گفت اگر معلولت رو میخوای بیاری تا 38 میلیمتر، یعنی تا 4 سانت. چرا؟ چون معلول پله نمیتونه بگیره، پله 10 سانتی نمیتونه بگیره، ولی پله 4 سانتی رو میتونه رد کنه حد اکثر. و تا اینجا میتونی در نظرش داشته باشی. رسید به راه پله. بچه‌ها این مهمترین و عذرخواهی میکنم، مهمترین و کلی ترین بحث در واقع معماری است. پله در معماری. توی رویت من این اندازه رو کامل دارمش. حالا من رویتم رو بعداً بازش میکنم تو بهتون نشون بدم. این یک فرمول جهانی است، نه ایرانیه نه من درآوردیه. میگه کف پلت اندازش باید حداقل 28 سانتی متر باشد و در کنارش مجموعه اندازه کف پلت یعنی 28 سانتت به علاوه 2 برابر ارتفاع باید 64 سانتی متر باشد. خب من ببینم چی میگه اینجا. تا لود بشه من برم اینجا. خب بچه ها ببینید دوستان عزیز، من
من یک پله دارم، به این میگم یه پله، درست؟ ما به این میگیم کف پله، کجایی که پا میذاریم و میریم طبقه پا. به این میگیم ارتفاع پله، در واقع به این میگیم h و به این میگیم b. خب میگه آقا 2h به علاوه b باید کوچکتر مساوی 63 و 64 سانتی متر باشد. این همین فرمول رو در واقع ما توی خود این حالا من کمی ذهنم گسترده شد، میخواستم اینجا چی رو نشون بدم، اوکی فراموش کردم. برمیگردیم همینجا، میگه آقا 2 برابر ارتفاع به علاوه کف پلت باید کوچکتر از 63 سانتی یا 64 باشه. اونجا چی میگه؟ میگه که حداقلش کف پلت رو میتونی 28 بگیری، پس من دارم با حداقل کار میکنم. میگم 28 سانتی متر کف پلمه به علاوه 2h، من بزرگترینش رو هم بگیرم مساوی 64 باشه، 28 از 64 کم کنم چقدر میشه؟ منهای 28 عدد 36 میده، یعنی 2 تا h من باید 36 باشد. پس h من چقدره؟ بچه هم میدونم چقدر را به قولن میخوام که متوجه بشید که باید از ماشین حساب هم اونجا استفاده کنید. 18 سانت، درست؟ خب پس وقتی من میگم پله 18 سانتی توی کل دوران دانشگاه ما میگه پله رو بذار 18 سانت، بذار 20 سانت بیا بالا. پله 20 سانتی ما نداریم، اوکی؟ پله 20 سانتی اگر بخوای میگه 2 تا دونه h به علاوه b کوچکتر مساوی 64 باشد. من حد اکثر رو دارم میگم. اگر پله h رو بذارم 2 تا دونه 20 تا میشه 40 تا، میشه چقدر؟ 14 تا b ما، درسته؟ b ما میشه 14. اینجا توی این دوستمون کجاست؟ اینجا میگه حداقل 28 سانت. پس من پله 20 سانتی ندارم، حل ارتفاع 20 سانتی ندارم. 2 تا 20 تا 40 تا، از 64 که کمش کنی من نوشتم 14 میشه 24 تا، درسته؟ میگه حداقل باید 28 باشد. پس بچه تمام دوران دانشگاه اگه بهت گفتم 20 سانت بذار اشتباه بوده. بچه اشتباه نبوده ها، بعدن میفهمید چه اتفاقی میفته. ولی پله رو من 18 سانت نمیتونم بذارم بالاتر، پیشنهادم من 17 سانتی است. اگر پله 17 یا 17 و نیم بذارید چقدر میشه؟ بگید 17 ضرب در 2 34، 64 منهای 34، 64 منهای 34 چه عددی میرسید؟ به 30 میرسید. پس پله ارتفاع 17 سانتی متری و کف پله 30 سانتی متری این اجزایی که به وجود میاد. برای چی میگم 30 سانتی؟ چون 30 سانتی خط زدنش خیلی راحت تره. توی اسکیل 1 به 10 میشه 0.3 متر 3 میل. خیلی راحت میتونید بزنیدش و برید. ولی بعدن ما بر بحث طراحی سکشن که میرسیم و یک در واقع کد ارتفاعی توی کارهامون که میخوایم بدیم، از این فرمول باید استفاده کنیم تا بتونیم برسیم به نتیجه. یعنی خیلی از سوالها تریک دارد. تریکش ممکنه این ارتفاع و تعداد پله شما و حل کردن پلت باشه. خب پس این هم یه نکته مهم دیگه. بیا پایین ببینیم چیه. حداقل عرضت مساوی عرض پله باشد 1 و 10 و 2 و 40. آقا پله کوچکتر از 1 و 10 نداریم. پله‌ای که توضیحش بدم، اگر دوست عزیز من داری یک پله‌ای رو اینجوری طراحی می‌کنی که به شدت در واقع حالا مستدل هست، پله 2 بازوه، داری طراحیش می‌کنی قشنگ، ببخشید، قشنگ میگی این خیلی خوب، برو بالا.
خب نگاه دوست عزیز، من از اینجا شروع میکنم میام بالا برمیگردم میرم برای طبقه بعد. ببین میگه این اندازت کمتر از 1 متر و 10 نباشد، این اندازت هم کمتر از 1 متر و 10 نباشد، این هم نمیتونه کمتر از اینا باشه. پس اینجا من یک فضای 110 در 110 میخوام. بعدا میفهمیم که من این اندازم کل باکس پلم در واقع توی یک مربع 5 در 5 بهترین وضعیتی میتونم جاش بدم. چرا؟ جلوتر بهت میگم. پس حواست باشه شد ارتفاع پله 17 عرض پله 30، یعنی این 30 سانتی متر، این یکی 110 با 110 میشه 2 و 20. یه 5 سانتی رو هم بذار برای در واقع چشم پله که وسط این دوتا پله هست نرده میشه 2 و 25. شما 2 تا دونه ضخامت دیوار هم بخوای براش بذاری چقدر میشه؟ ببین الان کم کم میفهمی که پلم رو حد اکثر باید 2.50 بگیرم حداقل، یعنی این پله حداقل در یک مربع 2.50 به بالا جا خواهد شد. خب ادامهش بدیم دیگه، ببینیم چه حرف مهمی داریم. اینا رو بچه جدی بخونید. 12 پله بچه ها، 12 حد اکثر پله بین دو پاگرد 12، قبلا 11 بوده الان کردنش 12 تا. دوباره سرگیری، بریم جلو بچه ها. رسیدیم به شیبراه ها، شیبراه یا رمپ معلول 8%، بیشتر نداریم. همه جا ما به همون میگن معلول مهمه. 8% شیب بیشتر نگیر، یعنی 108، یعنی توی 1 متر 8 سانتی متر تناسب میشه. توی 1 متر 8 سانتی متر میدم، توی 10 متر 80 سانتی متر میدم. درسته؟ حله. خب بچه ها میگه هر 9 متر طول یه پاگرد داشته باشی، شیبت کمتر از 2% باشه و حداقل هم 90% پهنا، 90 سانتی متر پهنا داشته باشه. میرسیم به آسانسورها و پلکانها که بچه ها باید مبحث 15 رو توش بخونید. من بعداً وقتی دارم توضیح میدم در مورد خود پله ها، بعدش ما نگران نباشید، تک تک این فضاهای یکی میکشیم بیرون و توضیح میدیم. باید توی اینها باشد. من تا اینجا سطح شیشه 1.80 رو داده که زیاد مهم نیست و یه دوباره 90 سانتی متر سطح شیشه رو برای هر متر مربع اینجا به ما داده. بریم جلوتر. کفسازی ها هیچ چیزی مهم نیست. نوک پله 13 میلیمتره. برای دیتیل های فاز 2 میرسیم به اندازه های در 4 الزامات کلی فضاهای اقامتی. من این رو خیلی سریع رد میشم، کامل بخونینش، ولی بذارید چی میگه. آقا فضای اقامت رو میاد تعریف میکنه. قبلا در موردش صحبت کردیم. میگه 6.5 متر زیربنا حداقل، ارتفاعش 2 متر و 15 عرض، ببخشید عذرخواهی میکنم، 6 متر و 50 زیربناش باشه، حداقل 2 متر و 15 عرض داشته باشد و ارتفاع حداقل 2.40. بچه‌ها فضای اقامت حد اکثری 2.40. ساختمون طراحی می‌کنی زیر 2.40 باشه. فضای اقامت یعنی کجا؟ سالن، اتاق خواب، آشپزخونه که حالا جدا میشه، اینها زیر 2.40 نباید باشد. زیر سقف شیبدار هم اگر داریم میتونی 2.5 در واقع حد سرگیری رو داشته باشی. دوباره بچه ها به 2.5 رسیدیم. این تعریف سرگیری است. در صورت تعبیه میان طبقه در فضای اقامتی به عنوان بخشی از آن فضا، حداقل ارتفاع قسمت بالا و پایین آن 2.1 و 2.40. جمعش کن. آفرین. چه 4.5. پس بچه ها اگر ما واحد تجاری تو طبقه هم کف داشتیم، 4.5 حداقل ارتفاع نیست. اشتباه نکن، نیست. چرا؟ چون ضخامت سقف رو نمیبینی. ضخامت سقف بین خود میان طبقه ای که ما داریم، گفتیم میان طبقه، عذرخواهی میکنم، گفتیم میان طبقه یعنی این، یعنی من اینجا یک کف دارم،
اینجا هم یه کف دیگه دارم که گفتم مساحتش حد اکثر 1/3. بچه این خودش یه ضخامت داره، درست؟ این 4.5. آره؟ نه دیگه این 4.5 نیست، میگه این 2.40، این 2.10. ضخامت سقف رو نخوریم، حداقل 20 سانتی متر ضخامت سقف بهش بده. میشه چقدر؟ میشه 4.70. آقا این ضخامت سقف اینجام که طبقه اوله حداقل 30 سانتی متر، یعنی ارتفاع کل این کف به کف این واحد من، کف به کف این واحد من میشه 5 متر. این گافیه که رفتیم تو امتحانا بچه‌هایی که داده بودن توی واحد تجاری دادن و اومدن و اصلا خراب کردن امتحانو. یعنی خیلی جالب بود، میگفتن آقا ما اینو خوندیم رفتیم. خب من باشون صحبت میکردم، گفتم عزیز من خوردی، نمیشه که نکن، شما 20 سانت فضا رو خوردی. اگر 4.5 بگیری 20 سانت بذاری، هم پایینی از بین میره هم بالاییه. پایینی میشه 2.30، بالایی میشه 2. تمام، از بین رفت سوال. پس نکته مهمی. برو جلوتر ببینیم دیگه چی داریم. در فضاهای اقامت سطح شیشه حداقل 1/8 4.5 متر. من نمیفهمم ولی خب سوال خوبیه، باریکلا. اینا هم خوبه، اینا بچه‌ها برای نظارت زیاد مهمتره. اگر توی زیرزمینت بخوای فضای اقامتی بذاریم، اولا بیخود میکنیم توی زیرزمین فضای در واقع اقامت بذاری که مردم بوی دود بخورن. هنوز مردم ایران انقدر بدبخت نشدن و اگر که پروانه ساختمون تونستی بگیری باشه بذار. ولی حالا اگه خواست، نمیدونم سوال دیگه، اگه ازت خواست حواست بشه اینجا پیداش کنی. بیا پایین. نورگیریت، در و پنجرت. خب بخونید اینها رو، دوباره بخونید اینا رو خوندید. خب برسیم اینجا بچه ها. بحث نورگیری یعنی چی؟ ببینید ما نورها رو نور چندین دسته نور داریم. نور درجه 1 داریم، نور درجه 2 داریم، آرتیفیشال در واقع داریم، نور طبیعی داریم، نور مصنوعی داریم. میگه در فضای اقامت، جایی که من دارم زندگی میکنم، باید نور من طبیعی باشد. درسته؟ یعنی نمیتونم با نور مصنوعی زندگی کنم. خیر، توی هر فضای اقامت باید پنجره داشته باشه. خب فکر کن من یک سالنی دارم، عرض ساختمونم 20 متره. آیا آقا اجازه ما یه ساختمون یه پنجره بذاریم اون ته حل کل سالن رو بریم دستش؟ خیر. حد اکثر یک پنجره تا 7 متر بعدش رو میتونه روشن کنه. از 7 متر بعد روشن نشد باید از نورگیر استفاده بکنی. بریم روی کاغذ ببینیم یعنی چی. خب همون مثالی که زدیم. آقا ما یه ساختمونی اینجوری داریم، نمیفهمم چرا این خطاشو کج میکشه. ما یک ساختمونی رو اینجوری داریم، درست؟ این اندازه 20 متر است. میگم آقا من اینجا رو میخوام 5 مترش رو بگیرم بر فرض مثال. خب آشپزخونه اونا اونجا حل کنم، از اینجا تا اینجا 15 متر دارم. خیلی خوب، اینجا هم یه ساختمون دیگه است، اینجا هم یه ساختمون دیگه است، یعنی در واقع همسایگی ندارم. یه پنجره میذارم اینجا، اصلا نه کل اینجا رو میخوام کنم پنجره. خب میگم خوب کاری میکنی، فقط حواست باشه تا 7 متر بعدش رو بیشتر روشن نمی کنی. یعنی در واقع 8 متر تو توی تاریکی است. خب پس حالا چیکار باید کنم؟ باید اینجا یا اینجا یک نورگیری رو براش تعبیه کنی که حالا این ابتدای بحث نورگیرهاست. یعنی میخواد تازه اینجا شروع کنه بحث نورگیرهای ما رو. بریم جلو دیگه. فضای اشتغال بچه ها، فضای اشتغال دوباره 2 تا اندازه رو داره میده. ببین اینجا داره میگه لوله کانال. تو از روی همین جمله باید بفهمی در 90% سوالهای امتحان سازمان نظام مهندسی تأسیسات اهمیت دارد. نکنه من ضبط نمیکنم؟ نه داره ضبط. برام عجیبه که قطع نشد. نورگیری و تهویه. بریم جلو. اینا رو بخونید. خوبه.
سریع میگذرم چون زیاد فضای اشتغال رو ما باش درگیر نمیشیم. رسیدیم به فضای پخت. خب مثل که من یه مقداری زبون خودمم چی میگن قطع شد دوباره و تا گفتم قطع شد. خب من اینجا دوباره لحظه داشتم فیلم رو نگاه کردم تا کجاست، یه لحظه پرت شده بودم میخواستم توی خود در واقع رویت این رو بهتون نشون بدم. ببینید این دیفالت خود رویته. وقتی من یک پله رو انتخاب میکنم و میخوام یک پله رو در واقع طراحی کنم، توی ادیتش که میرم و خود کلکولیشن رولزش رو میخوام ببینم، وقتی توی در واقع محاسبه ارتفاعاتش میدیم دوباره همون قانون 2 برابر ارتفاع به علاوه 1 برابر عمق مساوی 66 سانت رو به ما میده. بچه ها این رو معمولا ما میکنیم 64 همیشه. پس یک قانون همه جا در همه جاییه و چیز من درآوردی نیست از دوستان. خب پس برگردیم سر بحثمون. کجا بودیم؟ اینجا بودیم. فضای پخت و پز. بچه در مورد فضاها آشپزخونه، 3 نوع آشپزخونه صحبت کردیم. اندازه الزامی چند تا اندازه رو اینجا بهتون داده، بخونینش تا ببینین چی هست. تهویه براشون، استفاده از تهویه و نور مصنوعی، امکان تعبیه اگر نباشد که نتونی نور و در واقع اگه نتونی نور طبیعی و تهویه طبیعی بگیری میتونی از نور مصنوعی استفاده بکنی. کفسازی پوشش. بچه این رو بخونید، توی دیوارهای پلانتون باید مشخص باشد. حتما باید دیواراتون هش بزنید یا مشخص کنید که تا ارتفاع 1.50 متر من کاشی کردم جایی که آب نگیرد. بیایم پایین تر. این رو هم حالا شاید موضوع مهمی باشه، اندازش و ارتفاعش. بچه ها اندازه سرویس بهداشتی رو میگه اندازه افقی تمام شده برای ضلع کوچکتر هر فضای بهداشتی در هیچ شرایطی نباید 1.10 متر کمتر باشد. عزیز من اگر 1.10 باشه در شما که 80 سانته روی سنگ سرویس باز میشه، ولی 1.10 در 1.10 حداقلیه. نه یا این فرد پس فرد خواهشن 1.10 در 1.10 طراحی کنید. من ساختمون ناظر بودم سرویس بهداشتی زده 1.20 در 1.20 روشویی توش جا نشده و غمگینه. 1.50 در 1.70 اندازه خوبیه برای افراد معلوله. حواستون باشه بچه، این فقط میگه سرویس بهداشتی ها، حمام رو نمیگه. میگه اگر دوش رو گذاشتی باید حداقل یک بعد 1.5 متر باشه. این رو معمولا بچه 2 در 2 که ارتفاع خیلی خوبه انشاءالله، برای اندازه بسیار خوبه. سرویس بهداشتی هم 2.10. بچه وقتی بهتون میگه که ارتفاع شما در یک طبقه مثلا 2.40 یا 2.10 هست، من میام ارتفاع طبقه رو بر فرض مثال 2.70 میگیرم. آقا آیا باید سقف کاذب بزنم ارتفاع اقامتیمو بکنم 2.40؟ خیر. آیا باید سقف کاذب بزنم ارتفاع سرویس بهداشتی بکنم 2.10؟ خیر. ولی ما یک عالمه لوله های تأسیسات در جاهای خاص داریم، کانال های کولر داریم. باید حواست باشه اگر سقف کاذب میزنی کانال کولر هست، کانال کولرت کمتر از 2.40 نشه. پس اگر 2.70 میگیریم برای اینه که وقتی 2.70 30 سانت زیرش باشه، اگر سقف کاذب زیرش میبندم، کناف میبندم، گچ میزنم، کارو میبندم، اونجا الان اگر توی خونه‌های نوساز باشید معمولا توی اتاق خواب ها میبینید یه تیکه از سقف اومده پایین یا کلم سقف آورده پایین. این دقیقاً جایی که لوله کانال تأسیسات کولر شما داره رد میشه. پس 2.70 میشه کل اندازه یک فضای اقامتی
بهتر از 2.70 باشد، مگر اینکه سیستم رو بخواد از سیستم اسپلیت استفاده کنه. پس حواست باشه بخواد از سیستم اسپلیت استفاده کنه، اون موقع میتونی 2.40 بگیری، ولی باز هم 2.40 من به شما توصیه نمی کنم. جلوتر در مورد صحبت باز خواهیم کرد. بچه دوباره 1.20 متر رو هم توی کفسازی و پوشش دیواریش داده. کار بسیار خوبه برای دیتیل ها هست. بچه های دیتیل زن بعد اینها رو بیشتر با دقت بخونن. ایوان، بالکن کم عرض، بالکن، توضیحات، حیات های خلوت. اندازه های بچه ها من توش نمی بینم تا اینجا. بچه ها این رو از اینجا تا اینجا کامل بخونید. یعنی من این رو اینجوری خط میکشم، میگم این رو کلهم بخونید و هر چیزی رو که میتونید ازش در بیارید. خیلی مهمه. میگه حیات خلوتت باید بشه تمیزش کرد. 1. در صورتی که طبقات زیر ساختمون به توقفگاه اختصاص داده میشود، پاسیوها باید جوری باشه که به اونجا نرسن یا اگه میرسن دوربندی باشن. خیلی مهمه. بچه‌ها در ساختمان‌های گروه 1 تا 5 حیاط‌های خلوت یا پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه فضاهای اقامت و اشتغال در طبقات پیش می‌شوند، حداقل 12 متر، حداقل 3 متر عرض، پس 3/4. فقط برای فقط برای تامین نور و تهویه آشپزخانه و انبار هستن. حداقل 6 با حداقل 2 متر عرض. خب این رو هم هیچ کاری ما باهاش نداریم بچه ها. 6% 3%. این دوباره یه چیز گمراه کننده است. این رو توی امتحان سازمان نظامتی خودشون براتون بچه ها توضیح میدن و کم میکنن از پروژه که گیج نشید. ولی اگر ممکنه سوالی بپرسه از شما، این رو در نظر داشته باشید. گودال باغچه ها بچه ها حداقل داره 20 متر مربع مساحت و 4.5 متر عرض. بریم پایین. محفظه آفتابگیر. این چند تا اندازه رو من میزنم. تعبیه جان پناه 1.10. این 1.10 ها بچه ها توی خاطر داشته باشید. همه جا 1.10 و 90 تکرار میشه. خب میرسیم به یکی از در واقع مباحث. بذارید ببینم من چقدر دیگه حرف دارم بزنم. حالا حرف دارم بزنم تا اینجاها. حالا حرف دارم بزنم. خواستم اگر بشه تو این جلسه تمامش کنم که فکر کنم یک جلسه دیگه احتیاج داره. بچه‌ها بحث بعدی ما توقفگاه‌های خودروه. من احساس می‌کنم دیگه برای این جلسه کافیه. نمیدونم چه استفاده کنم. 3 بار قطع شدم. 3 تا نیم ساعت احتمالاً 1 ساعت 1 ساعت و نیم صحبت کردم. خسته شده ذهنتون. کافیه دیگه. باقی خوندن این رو نه، بذارید من این رو باقیش رو توضیح میدم. یه نگاهی بهش بندازید ولی باقیش رو توضیح میدم. منتها مبحث 15 هم رو لطف کنید بخونید. این دیگه چیزی آنچنان ازش نمونده، فقط در واقع یه سری توضیحات تکمیلی مونده و سعی میکنم که این رو تو جلسه بعدی توضیح بدم. در واقع میخوام اگر بشه جلسه بعدی روی کاغذ دیگه توضیح بدم. این رو بخونید، یه نگاهی بهش بندازید تا انشاءالله جلسه بعدی بتونیم بیشتر توضیح بدیم. سوال هاتون رو بگید. باز هم اگر گیچین همینجوری که من دارم میخونم بخونین. جلوتر اینها 1000 بار من تکرار میکنم، توی ذهن شما میمونه و نگران نباشید. یعنی هی ما در واقع رجوع میدیم، میگیم آقا این حرفا اینجا دارم میزنم، اینجا زدم و یادت میاد. آها آره ببین اینو گفتم. و اینجوری با هم دیگه کار میکنیم. زیاد نگران نباشید. از جلسه آینده در واقع ما دیگه با کاغذ و قلم کار میکنیم. زحمت بکشید. حتما یک دفتری رو داشته باشید. به حالت جزوه مانند طور برای خودتون یادداشت کنید که سر جلسه امتحان بتونید این اطلاعات رو بازخونی کنید. همچنین یادم رفت بگم یه ماشین حساب ساده هم باید به خودتون ببرید. یه ماشین حساب مثل در واقع همین ماشین حسابی که من دارم.
نه ماشین حساب مهندسی. البته بچه‌ها مهندسی میبرن و توش اطلاعات رو ذخیره میکنن. بچه‌ها توصیه اکید بهتون میکنم اگر بغل دستیتون رو سر راست امتحان نمیشناسین و مثلا نمیدونید فلان کسی که آمادگی 100% داره، ازش نپرسید چقدر خوندی از رود کپی کنم و اینجور چیزا. بچه‌ها 99% کسایی که سر جلسه امتحان هستن یا آموزششون اشتباهه یا شاید دارن اشتباه جواب میدن. یعنی در واقع نگاه کنید هر ساله این امتحان برقرار میشه، خیلیات بار پنجم ششمشون دارن امتحان میدن. خود من 2-3 بار امتحان دادم و من وقتی که خب از ارشد رفته بودم این امتحان رو بدم و فکر می‌کردم خیلی اوضاعم خوبه، رتبه ارشدم شده بود 40، خیلی دست آزادم قوی بود، با یک مداد رفتم سر جلسه. دست آزاد کل کارو کشیدم اومدم نمرم شد 2. حتی دروغ میگم شد 12 فکر کنم. این یه نمره داده بود که دلت نشکنه که کار کن بیشتر، چون زیر 25 هر نمره بیاری چه اهمیتی نداره. و داشتم اینو عرض کنم آره من خیلی با احترام هر کی ازم پرسید میخندم، گفتم این سوال که چیزی نیست ها ها ها. و بنده خدا کسایی که از رو من زدن فکر کنم همه رو غلط کشیدن. و بار دوم من زمانی که باید اختصاص میدادم به حل سوال اختصاص دادم به در واقع به اشتباه هم مبلمان کردن. ولی بار سومی که امتحان دادم از اینا رها بودم و مبلمان رو گذاشتم یه خط ساده کشیدم، رفتم سوال چیزو جواب دادم. امتیاز بالای 40 خیلی خوب بود براش و فکر کنم که این بی سابقه بود. خیلی از فیلم‌های آموزشی رو هم بچه‌ها دیدم بعد از امتحان سازمان، چون که قرار بود که یک پکیج آموزشی رو بذاریم که گذاشتیم، خیلی هم طرفدار داشت. منتها خب دیدم اشتباه دارم میکنم و آموزش اشتباهی هست، از سطح اینترنت ورش داشتیم. این آموزش رو جایگزینش کردم. این آموزشیه که شما رو یاد میده و آموزش میده که فرپس فردا خودتون میتونید گلیم خودتون رو به قولن از آب انشالله بکشید و بتونید توی بازار باشین. خیلی دیدم خیلی از آموزش‌های خوبی هستن ولی متاسفانه با جزوه ها شروع میکنن و میگن جزوه ما رو باید بخری، پکیج ما رو باید بخری و همون اشتباهی که من میکردم بحث درآمدزایی آموزشه. فکر میکنم احتیاج به پکیج نیست. شما تا این سوال ها رو نفهمید، ادراک کامل ازش نداشته باشید، نمیتونید این سوال رو کامل پاسخ بدید و درست پاسخ بدید. پس سعی کنید الان که این فرصت رو دارید، این ویدیو رو دارید میبینید، حتما کامنت بذار عزیز من، حتما کامنت بذار که من یکم دلم خوش باشه، حداقل برای هموطنام دارم یه کاری توی غربت میکنم، میکنم این حالم خوب بشه که این میزون بشن. چی داشتم میگفتم؟ احساس میکنم باید تمرین بشه. این فیلم ها رو دور تند نبین به هیچ عنوان. چرا میتونی بزنی 2.5 اسپید که حالا کمی سرعت کلمه من زیاد شه، ولی جلوتر نزن، هی جلو عقبش نکن، کامل ببینش از اول تا آخر. همین الان که این حرفا رو دارم میزنم کات نکن، برو فیلم بعدی، چون خیلی مهمه این حرفا. و بچه در واقع روحیه برنده داشته باشید لطفا سر این امتحان. این امتحان خیلی چیز ساده و پیش و پا افتاده نسبت به یک امتحان واقعی، یعنی یک امتحان به شدت آسونه. منتها چون بازار درآمدی است هر سال دارن یک فنگی اصطلاحاً هست، اصطلاح فنگ رو توش میارن، یک تریکی رو توش اضافه میکنن تا بتونن دوباره کسب درآمد کنن. کلاس‌های آموزشی مثل ارشد، مثل دکترا توی ایران آموزش منبع درآمد، متاسفانه معاف از مالیات هم هست. عذرخواهی میکنم. برای همین با روح برنده این امتحان رو ببین و سعی کن ازش چیزایی رو یاد بگیری. خب فکر کنم دوباره رفتم بالای منبر و سرتون رو یه مقدار درد آوردم. سعی میکنیم با انرژی این کلاس ها رو ببریم جلو و یه جوری باشه که انگار من نشستم جلوی شما. ببخشید باید تحملم کنید ولی خب مطمئن باشید که نتیجه میگیرید و انقدر سعی میکنم سوال حل کنم و فضای مجازی رو پر از این کار کنم که حداقل معماری دیگه منبع درآمدی برای این بچه‌ها و دوستان عزیز ما نباشه. گفتم خیلی از فیلم‌های آموزشی رو بعداً دیدم که الگو برداری کنم ازشون. خیلی حرفای خوبی زده بودن خیلی از مدرسان، متاسفانه چون همشون میگفتن پکیج باید خریده بشه
باید این کار رو بکنید. و من چند تا از پکیج هاشون رو خریدم، دیدم توی پکیج ها دارن سوال های بی ربط رو حل میکنن. یعنی انقدر ضعیف بود که طرف قدرت طراحی سوال مشابه نداشت و سوالش 6 طبقه بود، 7 طبقه بود. خب اینها واقعا ضعفه. علای حال امیدوارم که ورکشاپاشون دیدم خیلی ضعیف بود، امیدوارم که بتونیم یه کمکی به شما دوستان انجام بدیم. باز میگم بچه‌ها لایک تو هر جایی دارید میبینید، لایک، سابسکرایب، نمیدونم دنبال کردن، کامنت گذاشتن اینا رو فراموش نکنید. یکی این حال من خوب شه، بهتر و با انرژی تر ادامه بدم. شب و روزتون بخیر و امیدوارم که امروز 10 اکتبر 2023 هست و امیدوارم که برای امتحان بعدی آماده بشید. نمیدونم کی هست. موفق باشید و خدا نگهدارتون.